شما برای چی این کارو کردید؟ چی کارو؟ شما گفتید که پدر مادر شما میبینید که پدر مادر من اومدن. پدر و مادر شما و پدر و مادر من است. میدونی؟ درست، لیکن در خونه هیچ چیز نیست. میفهمید؟ من تیاری درستم ندیدم آخر. بعد Laşıga. سلام علیکم. Gideceğiz. هیچی؟ به Oğuz'un bakona rafteysiniz. نه خودمو Yazna. Tince. از خارت پرس؟ Gabzan. آخر این کس خواستن ما رو شرمنده کنن. گفتن که پدر مادر این کس میبیون. حالا گوشت شما آمدید. در خونه هیچ چیز نیست. من تیاری درستم ندیدم. باید پدر و مادر شما ضیافت میخوردن. Yazna. تو ما رو گرسنه خراب کردی. رنجیدید نه؟ البته. طول 2 سال است که انا همین به احترامی خواهر شما رو پدر و مادر من تحمل میکنم. من این کار رو خودم مخصوص کردم تا که برای خواهر درس عبرت شود. این نشانه به احترامی و به تربیتی خواهر توست و این برای شما مرگ است. خوش آمدید مهمانهای عالی قدر. هرچی را که به خود روا نمیبینید به دیگران روا نبینید.